را ساکن نواحی غربی و حوالی آران و آذربایجان می‌دانند نادرست است. خود هرودوت هم تأکید می‌کند که آنها در شرق دریای کاسپین و بالای رود آراکس ساکن بودند. گفتار هرودوت درباره آراکس کمی مبهم است، اما به نظر می‌رسد منظور از آراکس همان رود جیهون است. متاسفانه عده‌ای به نادرست و با اهداف خاص دنبال آن هستند که ماساگدها را با آران و آذربایجان کنونی ارتباط دهند. جالب آنکه برای گفته خود به هرودوت استناد می کنند و همانطور که اشاره شد خود هرودوت نوشته که There's DNA. Then there's heavy duty DNA. HDNA. It's what every GMC Sierra